بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. صدق الله العظیم. الله متعال سپاسگزارم که به سلسله درس‌های عقیدتی و جهان بینی خود امروز بحث از مهمترین رکن ایمان خیش داریم، همانا ایمان به کتاب‌های آسمانی. مسلمان ها مکلفند بعد از باورمندی به الله متعال و ملائک به باور باشند که خداوند متعال برای بشریت کتاب‌های را فرستاده که راهنما و الگو و رهگشا در بعد تقنینی و تطبیق عدالت انسانی باشند. به همین خاطر بحث ما امروز از کتاب هست و مسئله کتاب در زبان عربی پیوستن دو چیز را گفته میشه و یا آن چیزی که بین دو لایه کتاب جمع میشه این را گفته میشه کتاب و با اساس حروف و سطور ترتیب شده باشه و مطلب مشخصی را به مردم برسانه این را کتاب یاد میکنن. اما در مصطلح عقیدتی زمانی که ما ایمان به کتاب میگوییم هدفی است که به یکی از برنامه‌های الهی که برای بشریت فرستاده شده و انسانیت مکلف است که به او باور داشته باشه و او در آن نور و هدایت و یکی از پیامبران فرستاده شده باشه کتاب گفته میشه. کتاب آسمانی همان کتاب است که الله متعال به یکی از برگزیده ترین افراد بشری در یکی از مقاطع مهم زندگی بشر فرستاده باشه. به همین خاطر است که فلسفه فرستادن کتاب را و نور الهی را خداوند متعال در سوره بقره آیه 213 می فرماید که بشریت یک کتله واحد با هم شریکی بودند ولی با اساس خواسته های بشری و تفاوت های انسانی به هم اختلاف کردند. کان الناس امه واحده، بشریت بنی آدم اولاد آدم علیه السلام به همدیگر برادروار زندگی میکردند ولی خواهشات نفسانیشان و کشمکش های ذاتیشان اونها را به اختلاف انداختند. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، به خاطر رفع اختلاف بشری و به خاطر دور ساختن شکررنجی های انسانی خداوند متعال پیامبران را فرستادن که اونها مجدده به انسانهای پیرو و بیم دهنده به انسانهای سرکش بوده. و انزل معهم الکتاب، به اونها کتاب را فرستاد و قانون را فرستاد، سیستم زندگی را فرستاد و بالحق لیحکم بین الناس، یا کتاب را به واقعیت های ملموس همان زمان فرستاد که مشکل مردم را حل بکنن و قضای ذات البینیشان را حل بکنن. و فلسفه شرم خداوند متعال می فرماید که لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، تا در بین مردم در قضای اختلافیشان داوری بر حق و عادلانه بکنن. همچنین الله متعال در سوره بقره آیه 46 در مورد حضرت عیسی علیه السلام چنین می‌فرماید: و قفینا علی آثارهم، به دنبال انبیایی که ما به بنی اسرائیل فرستادیم آخرینش را حضرت عیسی علیه السلام بوده. مصدقا لما بین یدیه من التورات، هر آن تعالیمی را که از قبل از او گذشته بود در تورات او را تصدیق میکرد. و آتیناه الانجیل، و بر اینها خصوصا انجیل را فرستاده مدادیم، فیه هدی و نور، دو هدایت و نوری بود. و مصدق لما بین یدیه، و آن چیزی که از او پیش گذشته بود در تصدیق میکرد از تورات. و هدی و موعظه للمتقین، و راهنمایی و موعظه بود بر انسانهایی که مرز شناس بودن، پروای قانون نداشتن و انسانهایی با احساسی بودن و در نتیجه از آتش دوزخ حراس داشتن، بر اونها هدایت و موعظه بوده.
همچنین در سوره اعلی در آیه از آیه 14 تا 19 الله متعال چنین لطف میکنن: قد افلح من تزکی، یقینا رستگار شد کسی که خود را تزکیه کرد و خود را آراسته ساخت. و ذکر اسم ربه فصلی، به یاد خالقش به سجده افتید و به الله متعال منقاد شد. بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما زندگی دنیا را ترجیح میدهین. و الاخرة خیر و ابقا، یقینا آخرت به شما خیلی زیبا و بهتر است. این هذا لفی الصحف، این حقیقت است که در صحف ابراهیم علیه السلام و صحف موسی علیه السلام هم نازل شده است. آخرین حرفی که در این مورد داریم است که ایمان به کتاب‌های آسمانی از ارکان مهم عقیده اسلامی شمرده میشه که خداوند متعال فرموده: و قل آمنت بما انزل الله من کتاب، بگو که ما باورمند است با چیزی که الله متعال از آسمان فرود فرستاده هست. بناهن از ارکان مهم عقیده ما ایمان به برنامه الهی و کتاب آسمانی هست. خالق الازال به همه شما توفیق یقین و عمل نصیب بکنه و ما باشین بحث را تکمیل خواهیم کرد. ضرورت بشریت به کتاب آسمانی چیست؟ دومین نکته که در ایمان به کتاب آسمانی مورد بحث است که انسان ها چی ضرورت دارند به کتاب آسمانی. آیا خود انسان به عقل و خردش نمیتونه که کل مشکلات خود را حل بکنه؟ با اندیشه‌ای که توانمندی که خدا در انسان نهفته است، آیا انسان بعد از او هم به کتاب راهنمایی ضرورت دارد یا خیر؟ چنانچه الله متعال در سوره نساء آیه 136 میفرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای باورمندان، ای مؤمنان، ای کسایی که بر نام الهی باورمند هستین، آمنو بالله، شما به خداوند یقین داشته باشین، باور داشته باشین، و رسوله و پیامبرش باور داشته باشین، و الکتاب، و با کتابی که الذی نزل علی رسوله، با آن کتابی که برای پیامبرش فرود فرستاده هست، و الکتاب الذی انزل من قبل، و با کتابی که قبل از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به انبیاء دیگری فرستاده شده. و باز میفرمه: و من یکفر بالله و ملائکته، کسی که از خدا منکر شود و خالق ربی کائنات نپذیرد، و ملائکته از ملائکش منکر باشد، و کتبه از کتابش منکر شود، و رسوله از پیامبران منکر شود، و الیوم الاخر از روز بازپرس و جوابدهی انکار داشته باشد، فقد ضل ضلالا بعیدا، با گمراهی خیلی سنگین مبتلا شده است و نهایت گمراه بزرگ است. اینجا نخست الله متعال تشویق فرمود که ما باید باورمندانه به کتاب خدا باور داشته باشیم. باز گفت کسی که اگر باور نداشته باشه او از گمراهان بسیار بزرگ است که خودش هم راهیاب نمیشه و موجب راهنمایی دیگران نخواهد شد. از ضرورت هایی که علمای عزیز ما روزی بحث کردن که بشریت چی ضرورت دارن که الله متعال برشان کتاب بفرستن. نخستین حرفی که گفتن پیام الهی مرجعی واقعی برای حل تمام مشکلات انسانی تا روز قیامت است، تا در تشخیص حق و باطل، خوبت زشتی ها و خوبی ها و روش های نیک و نادرست بدانند که کدام را پیشه بکنند، از کدام گوشه شوند. و این پیام کتلاک واقعی دستگاه بزرگ کائنات شمرده میشه. به همین خاطر الله متعال خالق کائنات هست، خالق انسان هست. از خواسته های انسان، از موجودات نحوه استفاده از موجودات در کائنات که هست همه را به شکل دقیقش راهنمایی فرموده. همچنان کتاب الهی و پیام آسمانی مرجع و حلال تمام کشمکش های بشری روی زمین هست و راه حل اختلافات طبیعی بشر شمرده میشه. به خاطر که خداوند متعال زمانی که قانون میفرسته خاطر همه انسان ها را دو مراعات فرموده. هر آن چیزی که انسان ضرورت داشته باشه و از هر آن چیزی که گوشه شود همش را خداوند متعال دقیقا درک میکنه. بنان انسان اگه بخواه دقیقا درست زندگی بکنه، با شخصیت زندگی بکنه، با محبت زندگی بکنه، باید طبق دستور الهی و کتاب آسمانی زندگی خود و هم نوعان خود را دیزاین بکنه و تنظیمش بکنه. سومین نقطه‌ای که در مورد ضرورت وحی الهی یا کتاب آسمانی شمرده میشه، پیام الهی نگهبان واقعی ارزش‌های انسانی است و وسیله درست شناخت کائنات موجود خواهد بود.
و نگهبان عقاید و شرایع الهی در روی زمین می باشه. در عصور گذشته خداوند متعال برای هر امت پیامبر میفرستاد تا اینکه بشریت به پختگی خود رسید و نهایتا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را که دارای شریعت کامل و پیام کامل برای حلال همه مشکلات بشری هست فرستاده شد که تا روز قیامت رهنما و رهگشای مشکلات بشری باشه و برای بشر راهنمایی بکنه. به همین خاطر انسان ها اگر کتاب نداشته باشند از یک مرجع واحد رهبری نشوند، در برداشت ها اختلافات خیلی گوناگون رخ میدهد و همین روز هم است که چنین اختلافی که وجود دارد است که بعد از فتره و فاصله که بین انبیا گاه رخ دادن، بشریت به چیزهای نادرست دست دادن، به بت پرستی ها، به انسان پرستی ها، به تن پرستی ها و مشکلاتی که از انواع مهمی و زیاده از خداهای نادرست را اینها انتخاب کردن و الله متعال باز به تصحیح مسار و مسیرشان پیامبر را فرستاد که درست شود. بعد از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حامی و مفسر این کتاب علمای امت است که باید به شکل دقیق تفسیرش بکنن. همچنان جهت تداوم وحی الهی خداوند متعال آخرین پیام خود را از هر نوع تحریف و تبدیل مسئول نگاه کرد. شاید سوال مطرح شود که باید تا روز قیامت پیامبران بیاین و مشکلات بشری را حل بکنن. ما به این باور هستیم که کمال یک نقطه است که انسان باید برسه، همچنین پیام باید به کمالش برسه. به فرستادن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و فرستادن کتاب قرآن کریم برای بشریت همه اندوخته های بشری به شکل کمالش رسید و متاسفانه امروز یکی از کشمکش های بزرگی روی زمین همین است که برخی از انسان هایی که خردشان دقت نمیدهند که با کامل دین باورمند باشند و میگن که نه، ما به دین کامل باورمند نیستیم و صرف همان رابطه ای که بین انسان و خداست امون دین گفته میشه و دیگه قضایا به عقل ناقص بشری ما گذاشته شده. بنان الله متعال فرمود که بشریت باید بعد از این تشویشی نداشته باشد که ما حافظ همین وحی هستیم. ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن کریم را فرود فرستادیم و ما حافظ نگهبان او خواهیم بود. کتاب های آسمانی که ایمان بالشون واجب است کدام کتاب هاست؟ ما مسلمان ها دیدیمان نهایتا وسیع است این قضیه که ما از آدم علیه السلام تا خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم این سلسله را به هم پیوسته احساس میکنیم و خداوند متعال پیامبران را فرستادن و کتابای را که فرستادن تصدیق کننده هم دیگر هستند. و همین خاطر قرآن کریم کتاب است که بالای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نازل شده و یگانه کتاب است که خداوند متعال ضمانت حفاظتش را اعلام فرموده و پیشتر اشاره کردیم که الله متعال فرموده ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. کتاب‌های دیگری که در قرآن کریم از اونام برده شده ما را با تاریخ خیلی زیبای منوری بشریت بسته میکنه. از او جمله در سوره نجم خداوند متعال میفرمه ام لم ینبأ بما فی صحف موسی، آیا بشریت به این آگاهی نیافت، باورمند نشد که ما در صحف موسی علیه السلام برشان چی هدایت را ارزانی فرمودیم؟ و ابراهیم الذی وفى، آیا متوجه پیام حضرت ابراهیم علیه السلام در صحف ابراهیم نشد که واقعا همان شرایط و امتحانات را که الله متعال بالش آورد او را کاملا به شکل کاملش بجا آورد؟ او است که الا تزر وازره وزر اخرى، که هیچ انسان جرم کسی دیگری را به دوش گرفته نمیتونه. هر انسان از خود جوابدهی می داشته باشه. یک با اساس مکلفیت مسئولیتی هست و یک گناه شخصی است. هیچ کس گناه کسی دیگری به دوش کسی دیگری گرفته نمیتونه. اینجا یک نقطه خیلی مهم تاریخی را در دین شناسی اشاره میکنید که برخی از مردم به این باور هستند که حضرت عیسی علیه السلام گناهان همه بشریت گذشته و آینده را به دوش گرفت و خداوند متعال که به او رابطه پدری هم داشت به دار آویزان شد. بنابراین امروز اگر انسان ها گناه میکنند یا در گذشته گناه کردن، هم میزور حضرت عیسی علیه السلام به دوش دارند. الله متعال در این نقطه میفرماید که الا تزر وازره وزر اخرى، هیچ گناهگاری و هیچ گناهی را گناه کسی دیگری کسی به دوش گرفته نمیتونه و گناه کسی به دوش کسی انداخته نخواهد شد. و لیس للانسان الا ما سعی، و انسان جز از تلاش خودش نه منتظر پاداش و نه منتظر گناه کسی دیگری باشد. بنان حضرت عیسی علیه السلام
و علی نبی افضل الصلاة و التسلیم یکی از انبیاء اول العزم بوده، ولی رهنما و پیامبر همان وقت خود بوده که مشکل بشریت را در وقت خودش حل کردن و آخرین پیامبر بنی اسرائیل فرستاده شده به تصریح قرآن کریم که بعد از عیسی علیه السلام پیامبر دیگری در بنی اسرائیل مبعوث نشده و این مدتی که حضرت عیسی علیه السلام بعثتش تمام شده تا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدود 500 سال بیشتر و کمتر مدت زمان را در بر گرفته. سومین کتابی که الله متعال ایمان را بال آن لازم گشتانده او تورات هست و تورات کتاب است که به حضرت موسی علیه السلام نازل شده بوده. الله متعال در مورد می‌فرماید که الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. خداوند متعال معبود برحق است که زنده و جاودان بالا شما کتاب را برحق فرستاده، تصدیق کننده کتاب‌های گذشته و انزل التوراة والانجیل. قبل از شما تورات و انجیل را برای بشریت ارزانی فرموده است و هر کدامشان در وقت خودشان هدایت و فرقان برای بشریت بوده. چهارمین کتابی که در قرآن کریم اسمش ذکر شده زبور است و آتینا داوود زبورا و آخرین کتابی که از او یادآوری شده رسما و انجیل است و قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدق لما بین یدیه من التوراة و آتیناه الانجیل. ما به حضرت عیسی علیه السلام انجیل دادیم. این که مجموعی از کتاب‌هایی است که قرآن کریم به او تصریح کرده. شاید صحف دیگری، کتاب‌های دیگری هم فرستاده باشه ولی قرآن کریم از او تصریح نکرده. ما مکلفیت باورمندی و یادآوری از او را نداریم. به می اساس الله متعال به هر پیامبری که رسول بوده و اونها کتاب فرستادن تا بشریت را با کائنات آشنا بسازن، با قوانین زندگی آشنا بسازن، با باورمندی های ایمانی آشنا بسازن و انسانها را به همدیگر به سوی محبت و عدالت دعوت بکنن. این از کتاب‌های آسمانی که الله متعال برای بشریت فرستادن و باورمندی به او لازم هست. خالق الازل ما شما را توفیق عمل نصیب بکنه تا زندگی خود را طبق برنامه الهی تنظیم نماییم.